ملکه‌ای که مرده. آقای ملکه یا مستر کوین یه سریال شگفت‌انگیز کره‌ایه که شما رو با داستان خودش از خنده روده‌بر میکنه. فکر کنید شما یه آقای خوشتیپی که یه کار خوب هم دارید. شما آشپز کاخ ریاست جمهوری کره‌ای، ولی سرنوشتتون یه شبه تغییر میکنه و تبدیل به یک زن میشید، اونم با یه اتفاق. داستان این سریال از این قراره که جانگ بونگ هوان با پاپوش عده‌ای از کار بیکار میشه و یه کفتر میرینه وسط زندگیش و روح این آقای جذاب و حول با ملکه‌ای از 300 سال پیش عوض میشه و اون رو میندازه وسط تاریخ. در این سریال 20 قسمتی کمدی تاریخی پربیننده که طبق آمار طرفداران خیلی زیادی در زمان پخشش یعنی در سال 2020 داشته، ما زندگی ملکه‌ای رو میبینیم که یا باید با بدن تازه بیدم و دستگاهش که در زندگی قبلیش خیلی ازش کار میکشیده بسازه و با شرایط جدید و پادشاهی که طبق روایات تاریخی چوسان از ناصرالدین شاه خودمون کم اشتهاتر نبوده کنار بیاد، یا به دنبال راهی باشه که برگرده به بدن سابق خودش. اما درگیر سیاست‌های دربار و حرمسرا و زندگی با پادشاه میشه. این معرفی سریال مستر کوین بود. چیزی که در این سریال نظرم رو جلب کرد بازی‌های بازیگران بود که خیلی شبیه فیلم‌های کره‌ای و بازی‌های اغراق شدهشون نبود، که مثال بارزش همون ارباب فالمای خودمونه و همین که سعی بر این داشته که موتیف سریال هایی که قبلا جواب پس دادن رو در خودش نگه داره، مثل چیزهایی که در سریال جواهری در قصر و سریال دونگی دیدید. علاوه بر این تونسته با داستانی که در بطن این کمدی قرار داده تعلیق زیادی برای مخاطب ایجاد کنه. درست وقتی که میدونیم جریان چیه، این سریال بیننده رو غافلگیر میکنه و کشش داستانی خوب خودش رو به رخ میکشه. شین هسان نقش اصلی این سریاله که قبلا هم در سریال آهنگ مرگ بازی خوبی رو از خودش به نمایش گذاشته بود. خلاصه که اگه میخواین یه سریال خوب که بعدها چندین اسپیناف هم از اون ساخته شده رو ببینید، آقای ملکه میتونه انتخاب خوبی باشه.